یکی بود یکی غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. قصه ما یه دختر خانمی بود به اسم پریا. پریا خانم دختر خیلی زبر و زرنگی بود. آیسان خانم به نظرت پریا چند سالش بود؟ بابا دودو کن بریم خونمو بخوابیم. باشه 5 سالش بود. شما چند سالت آیسان خانم؟ من 5 سالم. شما چند سالت دیانا خانم؟ من اصلا من دانات 3 سالته. پتوتو بکش دیانا. آفرین پتوتو بکش قصه رو تعریف کنی. آره توی شهر قصه ما پریا خانوم با پدر و مادرش زندگی میکرد. خیلی دختر خوبی بود. غذاشو کامل میخورد. اصلا با گوشی بازی نمیکرد. اما پریا خانوم یه اخلاق خیلی خیلی بدی داشت. چی بود؟ خیلی شکلات میخورد. خیلی شکلات میخورد. وقتی مامانش برای مهموناشون شکلات می آورد بدو میرفت شکلات برمی‌داشت و شکلاتا رو میخورد. وقتی میرفتن جایی مهمونی شکلات رو برمی‌داشت بدو میخورد. خیلی دختر خوبی بود ولی شکلات خیلی میخورد. بابا خب بعد نمیاد. یه روز بابا بریم بشینیم. نه یه روز باباش صداش کرد گفت پریا این کاری که شما میکنی اصلا کار خوبی نیست. یه دختر خوب یه دونه میخوره 2 میخوره شکلات ولی شما خیلی داری شکلات میخوری. خدایی نکرده دندونات خراب میشه ها. پریا گفت نه بابا من دوست دارم شکلات بخورم. گفت پریا جان دندونات خراب میشه نباید زیاد شکلات بخوری. هیچی همینجوری ادامه داد. شکلات خورد تا یه روز از خواب بیدار شد. خواست بره مدرسه. مامانش گفت پریا جان بیا برات میوه گذاشتم برات لقمه گذاشتم رفتی مدرسه بخور. پریا رفت مدرسه دید همه دارن یه جوری نگاش میکنن. آیسان به نظر دلیل این که بچه ها یه جوری نگاش میکردن چی بود؟ میگفتن پریا لفت این شکلات به من بدی. گفت نه به من بهتون نمیدم. تو هی دوست من نیستی. به من نگاه کن با دوست بازگرد میشم. خب نه دلیلش این نبود. دوستاش یه جوری به پریا به دوستش گفت چه اتفاقی افتاده؟ چرا منو اینجوری نگاه میکنید؟ گفتن پریا برو تو آینه نگاه کن همه دندونای تو ریخته. پریا بدو رفت توی سرویس بهداشتی. تو آینه نگاه کردید کل دندوناش خراب شده و همش ریخته. بدو رفت اون ور گریه کرد. هی میگفت خدایا چرا من حرف بابامو گوش ندادم. گفت چرا من حرف بابامو گوش ندادم. بابا مامان اومد. باشه گفت چرا من حرف بابامو گوش ندادم و شکلات خوردم. همین که داشت گریه میکرد یه دفعه چشاشو باز کرد دید همه اینا خواب بوده و پریا داشته خواب میدیده. باباش صدا کرد گفت بابا جون مهربونم. گفت بله. گفت بابا جون من این خوابو دیدم بهت قول میدم دیگه شکلات زیاد
نخورم. قول میدم دختر خوبی باشم. گفت باریکلا دختر قشنگ من فقط خوبی تو رو نه بابا یه پسر خوب. دختر پری اسم دختره. من بگم بفرمایید. چون من خودم نمید ایتو بوده راسته خده مشکده خب پس پریا فهمید که اگه شکلات زیاد بخوره امکان داره کل دندوناش خراب شه و بریزه. خب قصه ما به سر رسید. کلاغه به خونش نرسید. با بچه ها خدافزی کن. خدافز. خدا نگهدار.